سلام كمسك الختام. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. آیا می‌خواهی که خداوند در روز قیامت به تو انتخاب حورالعین را بدهد؟ پس حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که خشمش را فرو برد در حالی که می توانست آن را عملی سازد، خداوند در روز قیامت در برابر مردم او را می خواند و به او اختیار می دهد که از حورالعین آنی را که خواهد انتخاب کند. پس برادر و خواهر عزیزم، از مضمون حدیث به ما معلوم گشت هر وقتی که ما توانیم خشم و غضب خود را فرو بریم، خداوند بر عوض این به ما اختیار می دهد که آن حور را که خواهیم آن را انتخاب کنیم. پس در وقت خشم و غضب این را فراموش نکنیم که اگر ما آن را فرو بریم، حور در اختیار ماست. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.